معلوم شد که در بین یهود مردم خوب هم بوده خراب هم بوده. یک تعداد مردم بالکل میفهمه که حق است بیان هم میکنه، خب یک تعداد مردم اصل واقعیت هم میپوشانه. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق چی را میگه؟ ما حق از کجا بشناسیم؟ الله برای ما حق معرفی میکنه. حق اموست که از جانب الله باشه. حق کدام است؟ که از جانب کی باشه؟ قرآن از جانب الله حق است، پیغمبر از جانب الله حق است. تشریع قرآن که پیغمبر میکنه و ما ینطق عن الهوا، از خواهشات خود نمیکنه، این هم چی است؟ حق است. بس حق اموست که از جانب الله باشه. گپی ما و تو حق شده نمیتونه. تعریفی حق کرده. یک جواب، یک ترجمه. دوم الحق من ربک، تحویل قبله، یعنی تحویل قبله یا حق ثابت است از جانب پروردگارت است. انتقادات و اعتراضات مردم سبب تردد تو نشوه. باز در تو را میگم دیوان تو بشنواست. پیغمبر علیه السلام خود تردد نمیکنه، ما و شما در محل تردد واقع میشیم. عالم یهود و نصارا فقط مطالعه کتب اسلامی را میکنه، یک نقطه را پیدا میکنه که سری تو چی کنه؟ اعتراض انتقاد بکنه و بری تو میگه کسی کو این در دینی ترگه با آمده، حقیقت امر نمیفهمه، خود از ظاهر یک نوع اعتراض میشه و سری تو انتقاد میکنه. فلا تکونن من الممترین، تو نگردی از جمله شک کننده ها. اگرچه اعتراضا و شبهه ها زیاد است، خود تو شک نکنی. چرا؟ بری تو خود معلوم شده که حق از جانب الله است و تحویل قبله بالکل واقعیت داره. ولکل وجهة هو مولیها، برای هر کس یک جهتی را مقرر کردیم، قبله مقرر کردیم. هو که همی شخص مولیها، روی گردانیده طرف همی جهت است. فاستبقوا الخیرات، شما پیش تصدیق کنید در امور خیر، در امور خیر از دیگران کده سبقت بکنید. وجهتون در اینجا به معنای قبله و جهت است. ولکل وجهتون، برای هر فرد یا هر ملت وجهتون یک قبله است. هو مولیها، که همی طایفه و همی جماعت و همی فرد مولیها روی گرداننده است طرف همی قبله. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر شما سبقت بکنید. اینجا به معنای قبله است وجهتون. هر ملت یک قبله داره، کسی یک طرف کسی دیگه طرف، هر کس دعوای قبله را داره. خود شما سبقت بکنید در او چیزی که خیر باشه. خیرات اینجا دو معنا داره. یک معنا فاستبقوا الخیرات، شما در او امری که مطابق شریعت باشه در او شما جلتی بکنه. حالی اینجا پرسو سوال عقل جنگی نکنه، مثل که ولکل وجهتون، برای هر طایفه و افراد وجهتون طرف قبله است، جهت است. هو مولیها، که او روی خود طرف از او میگردانه. هر کس دعوا داره جهت ما خوب است و عبادتی که ما میکنیم قابل قبول است. خو لیکن فاستبقوا الخیرات، عقل جنگی نکنید، شما پیشرفتی بکنید به او کاری که موافق شرع باشه. خیرات جمع خیر است. خیر امو چیزی را میگه که موافق قرآن و حدیث باشه. شما پشت قرآن و حدیث بگردی که موافق باشه، امو را بگیری. یک ترجمه است. دوم ترجمه وجهتون به معنای هدف است. هدف، هر قوم بری خود هدف داره، روی خود که کدام طرف میگردانه، چی کار میکنه، یک هدف داره. الله میگه ولکل وجهتون، برای هر فرد و هر امت وجهتون یک هدف است. هو که می آدم مولیها، روی خود طرف هم هدف گردانیده. خو فاستبقوا الخیرات، شما در کاری خیر مسابقه بکنی، پیش دستی بکنی، یعنی کاری که شریعت تایید میکنه قرآن و حدیث، در او شما سبقت بکنی از دیگرها، او را هدف قرار بده، دیگر هدف قرار نده. در این صورت معلوم میشه یک کسی هدف داره قبر، یک کسی هدف داره نعوذ بالله چیسته تعظیم یک درخته، کسی هدف پیرپرستی را داره، کسی عالم پرستی را داره، کسی حاکم پرستی را داره. هر کسی زیارت داره، هر کس یک هدف داره و طرف امو هدف تلاش میکنه، تدابیر میگیره، حرکت میکنه. مؤمن الله چی دستور میده که در کدام هدف حرکت بکنه؟ الله میگه فاستبقوا الخیرات، در کدام کاری که شریعت او را خیر گفته و شریعت او را خیر معرفی کرده، از دیگران کده او را هدف قرار بده و از دیگران سبقت بجوی، یعنی شما پیش شوی. دستور میده. مفسرین از این آیت استنباط میکنه که هر کاری که موافق شریعت است شما باید جلتی بکنه، یعنی پشتی سر نباشه. اگر او جماعت است، اگر او صدقه است، اگر او نماز است، اگر او مرکز تعلیم دین است، در هر معامله که موافق شریعت باشه شما دنبال رو نباشه، پیشتاز باشه. به خاطر که کسی که اول امر شریعت انجام میده، پشتی سر که هر کس سری از او عمل میکنه،
دو عمل ای آدم شریک میشه. از او خاطر مؤمن باید بگه پیشتاز باشه، در ردیف اول قرار داشته باشه، اول نمره در کارهای خیر باشه، نه ای که نعوذ بالله دنبال رو بود. مسجد جور میشه اول پیسه پرتو، ترجمه قرآن میشه اول پیسه پرتو، جماعت میشه اول استاد شو، در هر امر پشت اول بگرد. معلوم شد که همت مؤمن الله تبارک و تعالی بالا معرفی میکنه. از ما مطالبه مطلق عمل نیست، بلکه از ما مطالبه است که از دیگران در ردیف اول قرار بگیریم، یعنی ما اول نمره باشیم. عالی اول نمره مسابقه در کدام چیز ضروری است؟ ستاره افغان خو اول نمره در آوازخوانی میکنه، از کل که در اول میشه. ما را میگه نه، در او اموری که خیرات است در او باید انسان اول نمره باشه. چقدر امتحان بزرگ است. آیا انسان میتونه که خود اول نمره معرفی بکنه؟ صبحی نماز خوان در جماعت رفته بود، در صف اول گرفته بود، تکبیر اولا را گرفته بود یا نگرفته بود، تلاوت قرآن کرده بود، اول در تهجدی خیسته بود. چقدر کلی اولیت‌ها را انسان در نظر بگیره، اینی را مؤمن واقعی و هدفمند میگه. الله از ما مطالبه نمیطور کارا را میکنه که ما اول باشیم، دنبال رو نباشیم. اینما تکونوا یأتی بکم الله، در هر جایی که شما هستی آمدن میکنه برای شما الله تبارک و تعالی جمیعا، تمامی تانه، یعنی در هر قدر جای دور و مختلفی که شما پراگنده قرار داره و هر عملی نیک انجام میده به نزد الله تبارک و تعالی جمع شده نیست. اینطور نگو که مردم هر طرف روان است، یا راه ها مختلف است، تنظیمات زیاد است، هر گروه میگه ما حق هستم، دیگهش میگه ما حق هستم. عالی چطوری گروه های مختلف جمع شده میتونه؟ الله میگه کلگی را جمع میکنیم. ان الله علی کل شیء قدیر، به هر گروه پاداش میدیم، جزا میدیم. امور رقم که او انجام داده، کدام عملی که انجام داده الله میگه ما پاداش میدیم. چرا؟ به خاطری که اگر خوب باشه خوب، اگر بد باشه بد. چرا؟ سر ماست که باید پاداش بدیم. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله بالای تمام چیزا قدرت داره. پس هر کس جزا و پاداشش داده میتونه. اگر عمل نیک باشه پاداش نیک، اگر بد باشه پاداشی چی است؟ جزای بد است برش. و من حیث خرجت، از هر جایی که تو بر آمده پیامبر علیه السلام، فولی وجهک، بگردان روی تا شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام، و انه للحق من ربک، یقینا نمی تحویل قبله، للحق حکم محکم و ثابت است، من ربک از جانب پروردگار، نسخ مسخ قبول نداره. و ما الله بغافل، نیست الله غافل عما تعملون، از آن چیزی که شما عمل میکنه. و من حیث خرجت، از هر جایی که بر آمده فولی وجهک، بگردن روی خود شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام، و حیث ما کنتم، در هر جایی که شما هستی فولوا وجوهکم، بگردانی روی های خود شطر و طرف مسجد حرام. چرا این امر تاکیدی براتان میشه؟ لئلا یکون للناس، بخاطر که باقی نمانه برای مردم علیکم بالای شما، حجتون ضرورت و دلیل، مردم سرتان اعتراض نکنه. چرا؟ اگر روی طرف بیت الله نمیگشتانده، یهود هم اعتراض میکرد، میگفتن که در کتابی ما پیغمبر اینی قدر وقت نماز طرف بیت المقدس میخونه، خب بعد از او روی خود طرف بیت الله میکنه. اگر تحویل قبله نمی آمد، انتقاد یهود بالای تو میشد که بله امو پیغمبر نیست. چرا پیغمبر اینی قدر مدت طرف بیت المقدس نماز میخونه، باز طرف بیت الله میخونه. دوم انتقاد از طرف مشرکین هم بود. مشرکین میگفتن که این تابع میل هوای خود است. تا وقتی که در مکه بود روی خود طرف بیت الله میکرد، لیکن وقتی که از مکه دور شد روی خود طرف بیت الله نکرد. حالی که تو پس روی طرف بیت الله بکنی، این انتقاد و اعتراض از وام دور میشه. در اینجا تاکید آمده که من حیث خرجت فولی وجهک، 3 مرتبه پیغمبر علیه السلام آمده. بعضی مفسرین میگه چون اعتراضات دشمن خیلی زیاد بود، الله برای تاکید امر چیستا ای گپا را ذکر کرد که امر مؤکد است، ای قطعا باید عمل شود، شبهات و اعتراضات مردم مانع عملی گپ نشود. او بعضی میگه که یا تکرار نیست، بلکه هر کدامشان در یک محل و محمل علیحده بیان شده. اولش که الله تبارک و تعالی فرموده که فولی وجهک، مراد از پیشش داخل مسجد حرام است. و دوم دفعه که برش گفته در او مراد از پیشش بیرون از چیست خانه است. سوم مرتبه است که و من حیث خرجت، از هر جایی که برآمده پیغمبر علیه السلام، فولی رو بگردان وجهک، روی خود شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، در جایی که شما مستی اومد، فولوا بگردانی وجوهکم، روی هایتان شطر و طرف مسجد حرام.
لئلا یکون للناس، به خاطر که باقی نمانه برای مردم، علیکم بالای شما، حجت دلیل. یهود هم سرتان اعتراض نتانه و مشرکین مکه هم. یهود اعتراض میکردن که پیغمبر آخر زمان یکی از نشانه هایش است که بعد از نماز خواندن طرف بیت المقدس روی خود طرف بیت الله باز میگردانه. اگر این تحویل قبله نمی آمد، برای ازوا خب بهانه جور می شدن، می گفتن که پیغمبر آخر زمان نیست. و برای اهل مکه هم انتقاد و اعتراض بود. چرا؟ و می گفتن این پیغمبر تابع هوای خود است، نعوذ بالله. در جایی که میره دین جدیدی را، رنگ جدیدی را به خود میگیره. وقتی که به بیت الله پس رو بگردانه، برای از یاد دیگه حجت باقی نمیمانه. در اینجا در آیات ها 3 مرتبه پیغمبر علیه السلام و همچنان امت هم 3 مرتبه مامور شده که روی خود طرف بیت الله بگردانه. مفسرین یک تعداد قائل به است که تکرار برای عزیز است که اعتراضا و انتقادای یهود خیلی زیاد بود، سر و صداها زیاد بود. از او خاطر الله تکرار بیان کرد، به خاطر که مردم در اشتباه واقع نشوه و بدانه که حکم الله تبارک و تعالی است، باید عملی شوه. صحابه همینطور بودن تا آلی رم مسجد ذل قبلتین در مدینه منوره وجود داره که صحابه برشان خبر آمده و روی خود طرف چیسته بیت الله دور داده. خب بعضی مفسرین و فرق میکنه که نه، این 3 مرتبه که الله تبارک و تعالی بیان میکنه، یک مرتبه داخل مسجد حرام است که الله تبارک و تعالی میگه اگر در داخل مسجد حرام هم هستی روی طرف بیت الله بگردان، و یک مرتبه در بیرون مسجد حرام است که خارج باشه از مکه و مدینه، و یک دفعه که در حالت سفر روان است به این خاطر است. این تفکیک یا جدایی را در بین ارسه تاکید امر کرده. بعضی میگه که نه، در یک جایی که الله تبارک و تعالی امر کرده که بگردان روی طرف قبله، در اونجا شهادت و علم اهل کتاب الله ذکر میکنه. چرا که اهل کتاب در اول گفته بودین الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم، از وا سند پیش میکنه که یا این گپ خوب میدانه. در دومش این بود که شهادت الله را ذکر کرده بود که الله تبارک و تعالی الحق من ربک است. در سومش دفع حجت بود که لئلا یکون للناس علیکم حجت است. بعضی مفسرین دیگر رقم تشریح میکنه و فرق قائل است. اول میگه ایجاب بود، الله واجب گردانید یعنی فرض گردانید که روی بگردانید. در دوم امر به طریق دوام است، اشاره به این میکنه که امر موقت نیست بلکه دوامدار است. سوم کسی میگفت احتمال نسخ را داشته باشه، در سوم مرتبه الله فرمان داد که نه نسخ قطعا آمده نمیتونه. برای مؤمنان چرا 2 مرتبه امر شده؟ یک مرتبه برای ایجاب که بله اینی فرضیت برای شما هم است، تنها برای پیغمبر علیه السلام نیست. دوم دفعه برای از اینکه حجت دفع شوه، مردم کدام انتقادی که داشت او از بین بره. لئلا یکون للناس، به خاطر که باقی نمانه برای مردم، علیکم بالای شما، حجتون دلیل باقی نمانه که باز بگویه که در کتابی ما ذکر شده که پیغمبر روی خود طرف بیت الله میگردانه و این نگشتان، این حجتشان تمام شود. الا الذين، الا به معنای لکن است، لکن الذين ظلموا منهم، لیکن او کسایی که ظالم است منهم از یا و اعتراض خود قطع نمیکنه همیشه مسلسل، اینمی دیدنشان است، عادتشان است، اینمی قسم کارا را کرده رایسته. خو لیکن شما از این اعتراضا انتقادان چی غم نخوری، هراس نداشته باشی. فلا تخشوهم، شما نترسی از این مردمایی که ظالم است که اعتراض میکنه یا انتقاد میکنه از نگاه ضد و عناد. وخشونی، الله میگه از ما بترسی در انجام دادن عملی که الله شما را فرمان میده از هیچ کس نترسانه. ولیتم نعمتی، دیگه علتش است، قبله را به خاطر دور دادم که تمام کنم نعمت خدا علیکم بالای شما، مثل که هدایت به سوی قبله دادم، اینمی قسم نعمت دیگر را بالای شما تکمیل بکنم که او نموسته، او تمام نعمت است که داخل در جنت بکنم. ولعلکم تهتدون، دیگه به خاطر که شما هدایت یافته شوید. در اینجا الله تبارک و تعالی درس دیگری را به ما و شما داده رایسته. در زمانی که قبله دور خورده بود، مردمایی که اعتراض ظالم بودن و اعتراض خود قطع نکردن، همیشه میگفتن. اما در مقابل اعتراض مردم چی میشه؟ که انسان بترسه، رای مداهنت در پیش بگیره به خاطر که مردم چیزی برش نگویه. این آیت وعید شدید در مقابل علمای است که همیشه برای خود ایله جور میکنه، نامش حکمت مونده و میگه ما به خاطر اینجا موافقت امرای مردم میکنیم
که مردم با سر ما انتقاد و اعتراض داره. خب قرآن کریم میگه که از مردم انسان نترسه، در انجام عمل به حکم الله تبارک و تعالی از مخلوق انسان نترسه، از الله تبارک و تعالی آدم بترسه. یقینا آلی هم امی قسم حالت وجود داره، انتقاد اعتراض مردم زیاد است. اما مردم انتقاد اعتراض میکنه که ظالم است، یا خود در شرک مبتلاست، بزرگترین ظالم مشرک است نعوذ بالله، یا است که حق نمیشناسه، گپ در جایش مانده نمیتونه. چرا؟ خود عامیست، نه قرآن خونده نه حدیثه، از او خاطر اعتراض سری راه های سنت داره، سری اعمال سنت داره. خب ما تو چی بکنیم؟ آیا اگر مردم اعتراض بکنه سری سنت عمل نکنیم، ما او را ترک بکنیم؟ نه، قرآن برات میگه که نه، از مخلوق نترس. از کی بترس؟ از الله تبارک و تعالی. بی در کدام جایی که حکم الله عملی نمیشه، در اونجا حکم الله پایمال میشه، به این خاطر که مردم خوش شوه. در اونجا از الله بترس، از مخلوق الله نترس. حلیس قات میشه، مرده افتاده، بعد تو بیان بکنی، مردم خود سری تو تاپا میلگانه. شاید در همون جمع کسی در مقابلت بخیزه، انتقاد اعتراض بکنه، تو را یهود و نصاران بگویه، دو دشنامم بکنه، باز اعلان جنگم قتل بکنه. خود تو از الله بترس، بفهمی که اینجا موقعش هسته که تو ای بیان بکنی. دیگه الله تبارک و تعالی گفت که من تمام نعمت سر شما میکنم. تمام نعمت در چی میشه؟ نعمت الله تمام وقت میشه که انسان پابند تعمیل حکم الله باشه. حکم الله که هر طرف برد میاد، امور رقم تو انجام میدی. دیگه الله میگه که این بنده مرسی کو، تابعداری خواهش نیست، تابعداری عقل نیست، تابعداری موافقت قوم نیست، تابعداری فرمان ماست. هر طرف که فرمان ما میاد، امو طرف امیر عمل میکنه. از او خاطر الله نعمت خود تمام میکنه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مسلکه اینجا مسلکه اتمام نعمت قبله را بالایتان کردیم. این همی قسم ارسلنا فیکم، روان کردیم در بین شما رسولا پیغمبر منکم، از جنس خودتان. حالی در اینجا قاعده است که رهبر انسان می باشه. چرا که از تمام حاجات انسان آگاهی داره، از تمام ضمیر از او خبر داره، درد و رنجش میدانه، تکلیف و حالت خوشحالی از او را احساس کرده میتونه. از این خاطر رهبر باید اینمی قسم از جنس خودی مردم باشه. یکی از جمله انعامات الله تبارک و تعالی بالای مخلوقش امیسته که از جنس خودشان پیغمبر روان میکنه. آمدن پیغمبر نعمت بزرگ است. اینجا چی درس بر ما میده آیت قرآن کریم؟ همین قسم پشتی سر هم میایه که الله تبارک و تعالی میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پیغمبر فرستادن نعمت الله است. پیدایش پیغمبر نعمت نیست. پیغمبر پیدا شده بود خلیک نعمت بر ما نبود. تا 40 سال مردم زندگی جاهلیت پیش برده، تا 40 سال مردم نعوذ بالله دخترها را زنده به گور کرده، تا 40 سال حقوق یتیم و زن پایمال شده. خو نعمت شده نمیتونه. نعمت پیغمبری پیغمبر است. مثل که در اینجا الله میگه کما ارسلنا، مثل که نعمت قبله را براتان دادم، روی شما را طرف بیت الله گشتاندم که قبله همه انبیاء علیهم السلام است. اینمی قسم نعمت دیگر را براتان تکمیل کردم که پیغمبر را در بینتان روان کردم. چی وظیفه داره پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، که تلاوت میکنه بالای احکام ما را. اگه او احکام تعلق به عقیده داره، به عمل داره، به اخلاق داره، به زندگی اجتماعی داره، به نظام خانواده داره، به معاملات داره، بیع شراء، اما مسائل پیغمبر تمامی مسائل احکام الله تبارک و تعالی را توسط قرآن کریم بری شما تلاوت میکنه. یک منصب رسالت پیغمبر همی تلاوت است. و یزکی کم اصل هدف است که شما را تزکیه کنه، در شما اینطور عقیده غلط و نادرست موجود نباشه و همچنان اعمال ناشایسته نشوه، اخلاق ناپسندیده نباشه. پیغمبر به این خاطر آمده که اینمی تربیه را در بین شما بیاره. اینجا الله تبارک و تعالی میگه تزکیه توسط چی میاد؟ توسط کمک گرفتن از آیات الله تبارک و تعالی است. اشاره میکنه تمام کمالات مادی و معنوی انسان توسط کتاب الله تبارک و تعالی حاصل میشه. یعنی اینمی کتاب الله تلاوت میشه، بعد از تلاوتش احکام ازی فهم میشه، بعد از فهم احکام ازی اعمال درست انجام داده میشه امرای اخلاق. از او خاطر درجه علمی و عملی انسان بالا میره، یقینا انسان تربیه درست میشه. اینجا اصلی هدف پیش ذکر کرده، به خاطر ازی که اشاره میکنه که تلاوت اصلی مقصد نیست، اصلی مقصد تزکیه است. انبیاء علیهم السلام آمده که افراد واقعا افراد درست و سالم
جور بکنه، تربیت سالم برشان داده شود. و یعلمکم الکتاب، تعلیم میده شما را کتاب. اینجا اشاره به این میکنه که تعلیم کتاب میده، یعنی مطالب مقاصد قرآن کریم هر کس درک کرده نمیتونه، بلکه مقاصد قرآن توسط پیغمبر بر ما بیان میشه که مراد از آیت چی گپ است، یعنی این حکم چی قسم متعلق ما میشه، این تعلیم پیغمبر میده. والحکمت، اصل در اینجا چند ترجمه است. تعلیم میده کتابه که اصل دستورات است، والحکمت تعلیم میده کتابه که قرآن کریم است که اصل یا قانون تمام دستورات و فرمانروایی های الله است. والحکمت تعلیم میده سنت، یعنی پیغمبر علیه السلام با عمل با قول تشریح میکنه قرآن کریم. یا حکمت میگه رازها و اسراری که در کتاب الله تبارک و تعالی وجود داره، کلی معانی درست است. و یعلمکم تعلیم میده پیغمبر شما را موتور علومی را لم تکونو که نبودی شما تعلمون که میدانسته. امتای سابقه خبرایش برای شما بیان میکنه، قصای انبیاء علیهم السلام، حالات ضروری که در آینده در پیش روی انسان ها میاد کلش پیغمبر براتان بیان میکنه. در این آیت اشاره به ایسته که پیغمبران علیهم السلام رهبرای اجتماعی است همه جانبه، یعنی رهبری اخلاقی هم است، رهبری دینی هم است، رهبری اجتماعی هم است. پیغمبری طور نیست که یک چیز رهبری کنه دیگه چیز رهبری نکنه. از همون خاطر است در حالت نبودن پیغمبر حالت دیگرگون میشه. چرا کسی نیست که انسانها را سوق کنه طرف راه درست. از او خاطری نعمت بزرگ دیگه الله تبارک و تعالی است. فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا الله میگه ما شما را یاد میکنم. فذکرونی اذکرکم، وقتی که این نعمت های بزرگ براتان شده، یکی از نعمت ها را آمدن پیغمبر بود، پس مرا یاد بکنه که این نعمت بزرگ بالایتان کردیم. چه رقم یاد بکنه؟ یعنی مرا یاد بکنه تمام عقیدتان، عملتان، رجوعتان طرفی ما باشه، نه در طرف کسی دیگه. من شما را یاد میکنم، یعنی من به رحمت خود یاد میکنم شما را. فذکرونی، شما مرا یاد کنی به دعا کردن. اذکرکم، من شما را یاد میکنم به قبول کردن دعایتان. فذکرونی، مرا یاد کنی به طاعت و عبادت. من شما را یاد میکنم به رحمت. فذکرونی، یاد کنی مرا به مجاهده و کوشش کردن در راه خدمت دین. من شما را یاد میکنم به مشاهده که دیداری خدا نصیب شما میکنم. فذکرونی، در عاجزی و تضرع مرا یاد کنی. من شما را یاد میکنم به فضل و احسان خود. فذکرونی، یاد کنی مرا در جماعت مخلوق. من شما را یاد میکنم در ملائکه. فذکرونی، مرا در حالت فراخیتان یاد کنی. من شما را یاد میکنم در حالت تنگیتان. فذکرونی، مرا در دنیا یاد کنی. اذکرکم، من شما را در آخرت یاد میکنم. فذکرونی، مرا یاد کنی در عبادت. من شما را یاد میکنم به چی؟ به استعانت و کمک کردن. این کلی ازی در اینجا داخل است. الله تبارک و تعالی میگه مرا یاد کنی. ذکر الله، ذکر چند قسم است. حقیقت ذکر چیست؟ اصل حقیقت ذکر الله را در یاد خود آوردن در کل شعبه های زندگی، چه خرد باشه چه بزرگ باشه، در هر شعبه الله در یادت باشه. الله در یاد بودن چی معنا و مفهوم داره؟ الله در یاد بودن این معنا و مفهوم داره وقتی در موتر بالا میشم و کدام ادب بالا شوم، کدام دعا را میخوانم. آیا ما آلی در این موتر که بالا شدیم رفتن انتقال ما تا یک جایی را، این کلش در اختیار کدام ذات است؟ تو باید اینجا اعتراف بکنی. لقمه که میخوری، کاری که میکنی، همیشه الله در یادت باشه. اصل روح ذکر نمیسته. ذکر الله امیر میگه